نقطه نظارت مرزی ازبکستان و قرقیزستان دوستوک چند روز اینجانی پر ازدحام است. مردم خبر یافتند که حالا سفر به ازبکستان آسان‌تر شده است. از صبح صادق آنها نوبت می‌پایند تا اینکه با گذشت چندین سال به دیدار پیوندانشان برسند. سالهای طولانی ساکنان دو کشور نمی‌توانستند به آسانی همدیگر را ببینند. آنها مجبور می‌شدند خبرنامه مرگ بنویسند تا اینکه اجازه گذشتن از مرز را پیدا کنند. حالا آسان‌تر شده است. ما نه در مرگ و نه در خرسندی رفتن نمی‌توانستیم. حالا اجازت رفت و آمد را پیدا کردیم. به نام من دعوتنامه توی آمد. اکنون نقشه دارم که به اندیجان روم. همیشه توالدی نصب کنم. مرزبانان میگویند اگر قبلا سرحد را تنها تا 300 نفر میگذاشتند، حالا بیش از 1000 نفر شده است. چون این سبوکی‌ها بعدی سفری هیئت قرقیزستان به اندیجان داده شد. در این ملاقات معاونان سروزیران قرقیزستان با ازبکستان توافقنامه همکاری را به امضا رساندند. اکنون بر اساس این اسناد مردم را برای گذشتن اجازه می‌دهند. سبوکی‌ها در مرز را می‌توان همچون نتیجه خوشبین کننده ملاقات مقامات ازبک و قرقیز بهاگذاری کرد. رهبران قرقیزستان و ازبکستان سازشنامه را امضا کردند و کار مردم آسان شد. برای این ما اظهار منتداری می‌کنیم. البته نمی‌توان گفت که مرز کلاً باز است، چون که نظام طلب برقیه هنوز از بین رفته است. اما برای ماشین‌های باربر تاکنون مشکلی‌ها وجود دارند. راننده‌هایی را که شناسنامه قرقیزی دارند سال‌هاست به ازبکستان راه نمی‌دهند. آنها مجبور می‌شوند که با دادن مبلغی کلان هم تویان قزاق و یا روس را کرا کنند. بنابر مشکلات در مرز ما نمیتوانیم به ازبکستان برویم و خودمان مال را بار کنیم و یا حداقل ببینیم که به ماشین ما چی بار میکنند. به راننده‌ای که ما کرا میکنیم $200 میدهیم و بجز این برای خورد و خوراکش هم پول میدهیم. عبور مرز برای ما گران می‌آید. صاحبکاران امیدوارند که مقامات در آینده نزدیک به مشکلات آنها نیز توجه میکنند و با جانب ازبکستان برای دادن سبوکی به آنها به توافق میرسند.